الماس براتون معرفی میکنیم، زمرد و یاقوت. جنس های کاملا جدید، دیزاین های کاملا جدید و یکی از خاص‌ترینشون رو براتون معرفی میکنم که چلای جورایی است و همچنان خانما که میپوشن، یعنی زنانیش هم چله است هم پشت چلایی داره. برنامه رو داشته باشین، بیاین انشالله که براتون $100 تخفیف میدن. بسیار یک نگین خوب، نگینش بسیار یک جلایش و شفافیت خوب داره. در نگین دوستا میبینید چقدر یک الماس شفاف و جلادار دیش کار شده. قسمتایش هم در با رنگ هم رنگ سیوم هستی DEF رنگ سیوم هست. بله تو وزن تلش هم 2 گرم 600 میلی سیرم از طریق برنامهش تخفیف فوق العاده $500 حساب میکنیم. ماشاءالله $500 با وجودی که طلا کار شده. زمرد هم است، رنگ شام تیر است، یاقوت جگدلک کابل خود ما بسیار عالی با طلای اژدهیار و با الماسای اشیاره‌دار کار شده. بسیار با یک رنگ خوب، رنگ بله 0 اشیاره‌دار کار شده. و زمردش هم قسمی که میبینی همه‌اش رنگ سبز تیره، همه‌اش بسیار با کوالیتی بالا. کل وی لالا حمید $500 به خاطر شما کم می‌کنیم $3000 به وطندارای عزیزمون تقدیم میکنیم. بسیار خوب. طلای اژدس و زمرد پنچیز بسیار برای یک رنگ سبز طبیعی کار شده. نگین بزرگ از زمردش کار شده. رنگشون متوسط است. بله رنگشون خوب رنگ است و بودن به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما وطندارای نازنینم. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. اشما معصومی از پنجره افغانستان در خدمتتون هستم با یک برنامه جدید. البته وطندارا امروز میخوایم براتون از الماس فروشی برنامه تقدیم کنیم که در این برنامه الماس براتون معرفی میکنیم، زمرد و یاقوت. جنس های کاملا جدید، دیزاین های کاملا جدید و قابل یادآوری است که بگویم اومدیم به شهر نو، چهارراهی انصاری، سیتی سنتر و الماس فروشی کلچلر دایمند. بیننده برنامه باشین، لایک و سابسکرایب فراموش نکنین و ما را همراهی کنین. وطندارای عزیز، آمدیم به الماس فروشی در کابل سیتی سنتر و امین جان با ما هستن. سلام علیکم. علیکم السلام. خواهر عزیز خوش شما خوب هستین؟ بخیر باشین، تشکر. ان شاء الله شما هم صحتمند باشین. سلامت باشین. ان شاء الله ماه مبارک رمضان به خوبی سپری میشه. بخیر باشین. چطور هستین امین جان؟ امروز بازارها بیروبار سیتی سنتر و فروشات و نرخ‌های الماس و جواهرات؟ شکر خدا فعلا بازار خوب شده رئیس و پیشروی ماهی است. بعد از عید ان شاء الله عروسی‌ها میشه نامزد است. ان شاء الله بازار نسبتا از سابق که فعلا بهتر است. بسیار خوب. کسایی که میان به خرید الماس تمامشون هم وطنای خود ما هستن یا سیاحین کشورهای خارجی هم هستن؟ قسمی که به اکثریت مشتری ما حدودا 70-80% مشتری ما کلا افغانای خودمون است که در خارج زندگی کردگی هستن. اونا با الماس آشنایی بیشتر دارن. این وطندارای خود ما که از ولایت ها میای از اینجا میای اینو باز طلا میخرن. طلا میخرن. هر کسی که مو شوقش خود داره برای. خب جنس که آدم میخره باید در موردش معلومات داشته باشه. باز الماس هم یک چیز است که بسیار یک فلسفه زیاد داره. در موردش باید بفهمی کدام کوالیتی است، کدام بخشا داره و کدام الماس بهتر است که آدم خریداری کنه. و مشتریایی که معلومات ندارن باز خود برشون معلومات میتی دیگه حتما. بله بعضی مشتری ما که دربارش معلومات نداره و الماس هم قسمی که شما گفتین 10 کلر داره و 8 کوالیتی داره با سایزش و اندازش و با این چیزاش بود. ما در مشتری باز ارائه میکنیم که اینجا ما کتلاگ داریم. از روی کتلاگ با مشتری ما گرچه کتلاگ هم نشان نتیم میبینیم خوشا مکمل سرتیفیکت داره، مکمل تمام هم مشخصاتش سرتیفیکتش درج است. میتونن اونا از طریق اینترنت هم معلومات خودشون اونا به دست بیارن. بسیار خوب. بعضی چیزا هست مثلا اگه ساعت باشه سریال نمبر داره که در اینترنت سرچ میکنن مکمل مشخصاتش میکشه. الماس هم همونطور است؟ بله بله. این انگشتر ما شما میبینید اینجا اینا هر کدومش از خود یک کد نمبر داره، سریال نمبر داره.
در گوگل ریسرچ میکنن، باز تمام مشخصات همون جنس میکشن که در کدام وقت تولید شده و کدام وقت عرضه شده و به کدام وقتی به کارخانه، تمام مشخصاتش دربارش میبره. بسیار خوب. مثلا ما که در افغانستان زمرد که استخراج میکنن، استخراج ما بدبختانه انفجاری میباشه. بله. الماس چگونه استخراج میشه؟ یکم وضاحت بتین بر ما. خانم عزیز، شما بسیار یک سوال خوب از ما مطرح کردین. در وطن ما خوشبختانه یا بدبختانه بودیم، همین نگینایی که همی که کسبکارا از زمین از کوه استخراج میکنن حدودا از 100% 50% از بین میره، توسط که انفجار امکانات ندارن و ماشینالات مدرن ندارن که اینا استخراج کنن. الماس بسیار شرکت های بزرگ است که بیش از 4 دهه 5 دهه در حساب الماس استخراج کردن، اونا تجربه کاری دارن. بسیار خوب. اینا رو مکمل ماشینالات مدرن روز امر ماشینالات استخراج میشه. بسیار خوب. امی الماس وقتی که استخراج میشه مثل زمرد خود ما ورمت یک پارچه سنگ میباشه، باز تراش میشه این قسم یا نه؟ بله، این رقی از زمین استخراج میکشن، اینا مکمل رف است. مکمل رف است. اینا اما نگینم میبینم و کسی که متخصص نیست به کدام دیزاین باید تراش شود. حالا اینجا شما چند دیزاین انگشتر میبینید که یکیش دایموند کت است، یکیش پرنسس کت است. اینا نظر به مون نگین سعی کرده باز اونا کت میکنن که این نگین به کدام کت ساخته شده. و فکر کنم خود کت الماس هم سر قیمتش تاثیرات داره. بله، نظر به جلایشش میشه. ماشینات که فعلا بهترین نگینه که کت میکنه بلژیم است که در سطح جهان فعلا خوبترین ماشینای مدرن در دست دارن. بسیار در حساب جلایشش و حساب کتش بسیار رول مهم داره کت کده. بسیار عالی. وطندارای عزیز، شما ما را همراهی کنین. انگشترهای الماس است، در پهلویش یاقوت و زمرد وطن خود ما است. در موردشان صحبت میکنیم و براتون معلومات میدیم. بیننده باشید. خب عزیزا، فعلا براتون الماس معرفی میکنیم. در ابتدا البته انگشترها زیاد است، در این قسمت ما یکی از خاص‌ترینشان براتون معرفی میکنم که چلای جورایی است و همچنان خانما که میپوشن، یعنی زنانیش هم چله است هم پشت چلایی داره. بسیار مقبول و ظریف کار شده هر دوی از دوستان. میبینید یکی از چلیش است که زیر 1 سنت است الماسایش. بله، صفرش 1 سنت است. بسیار خوب. بسیار ظریف کار شده دوستا. در پهلوش بسیار محکم و معلوم میشه این قسمتی که الماس کار شده. یعنی شما شاید فکر کنین که بخید چسبیده دایش. بسیار خوب است. بعضی حراس می داشته باشن که یک دفعه نفت الماسش یا نگینش ایام از پشت چلایش است دوستا. باز الماسای پشت چلایش بزرگتر است که بسیار مقبول معلوم میشه. دلیلش خیلی مهمی است که ما می نفت گفته با عیار پایین کار میکنیم. یگانه علت بزرگش همین است. با خاطر ما در عیار 14 درجه کار میکنیم. 21 کیلو کار کنیم، 21 تلاش نرم است. نرم است. بله. زود جدا میکنه از خود. ببین دوستا، اکثریت کسا باز میگن که چرا مثلا الماس قیمتی است در عیار بالا کار نمیشه، یا مثلا اینکه در نقره بعضی چرا کار میکنن الماس. خب دلیلش همین است که محکم‌تر میباشه. بله، یگانه دلیلش همین است که در طلای عیار بالا کار کنیم میفته، جدا میکنه از خود چوکات خودش. نگین بسیار خوب. عیار 14 است طلایش؟ عیار 14 است. بله. وزن الماسش چقدر است؟ وزن الماسش 1 کریت است. وزن انگشتر 45 کیلو بودن 4 گرم است. وزن مردانش 6 گرم است. بودن تقریبا 10 گرم میه. مکمل 10 گرم میه. 10 گرم وزن طلایش است یا خود الماسش؟ نه، وزن الماسش 1 کریت است. وزن طلای خالصش 10 گرم است. بسیار خوب. ایزا اینی هم که از مردانش است. بسیار هم تو شفاف مقبول کار شده. فقط یک خطا که تو الماس داشت کار شده که بسیار مقبول معلوم میشه. این هم باز طلا است. بله، طلا عیار 14 است. بسیار خوب. باز آقایان اگه دوست داشته باشن در نقره میشه که الماس کار شود؟ در نقره باز ما نمیسازیم. ما اینا رو کلا که شما میبینید اینا رو مکمل ما ترکیه و ایتالیا میسازیم. تو اینجا رو میاریم بر ما این در نقره صرف نمیکنه. مصارفش از خود نقره بالا بر ما تمام میشه. با خود باز ما طلا کار میکنیم. بسیار خوب. باز یک فلز گام پلاتینیم میگن. پلاتینیم ما سفارش میگیریم. دوام میشه. بله. بسیار خوب. برای آقایان باز مشکل نداره. بله، که میتونن از پلاتینیم استفاده کنن. بله. بسیار خوب. قیمت هر دوی زیر بر ما بگوید؟ قیمت فروش ما خواهر عزیز، فروش ما است 2800 2900. امروز از خاطر برنامه شما اومد عید است
$2500 به هر مشتری ما که ضرورت باشه ما در خدمتش هستیم. بسیار عالی. سه فیس. 2500 3 فیس، بسیار مقبول. با 3 جورایی سرتیفیکت. بسیار خوب. ارسش سرتیفیکت هر داره. 3 سرتیفیکت داره. ماشاءالله. و اکثریت خانم‌ها حال در قسمت چله از طلا کرده روی به الماس آوردن. بله. ما همیشه تمرکز ما بالایی بوده خواهرم در می وطندارای ما یا شهریای ما یک چیز را عرضه کنیم با مفاد کم ولی کیفیت بالا. بله. ما مفاد کم میگیریم ولی همیشه کیفیت عالی ما میسازیم برشان که تا این روزم حتی ما در کشورهای جرمنی و امریکا از اینجا ما ارسال برشان کردیم. بسیار عالی. درباره ارسال گفتین به تمام کشورهای اروپایی ارسال دارین؟ کامل تمام کشور که بخواین از طریق ترکیه ما برشان ارسال میکنیم. بسیار عالی. بسیار عالی. خب دوستایی رو براتون معرفی کردیم. قیمتشم بر ما امین جان گفتن که $2500 و میایم طرف این انگشتر که انگشتر زنانه هست، الماس است، بسیار مقبول کار شده. بازم طلای عیار 14 است. این 18 است خواهرم. بسیار خوب. عیار 18 است. حدودا 80 سنت وزن الماسش است. 3 گرم 300 میلی وزن طلایش است. بسیار خوب. این هم ساخت ترکیه است با سرتیفیکت آیدی هیل است. این هم از طریق برنامه شما امروز $1500 $1500. بسیار هر عالی. خواهر مزرد باشه انشالله از طریق برنامه شما $1500 بر شما سلامت باشین. بدون برنامه شما $1600. دوستا از طریق برنامه ما میتونین که یک اسکرین شات از برنامه رو داشته باشین، بیاین انشالله که براتون $100 تخفیف میدن. بسیار خوب. واقعا بسیار مقبول است. عیار 18 است طلایش و الماساش هم گفتین چقدر است؟ تقریبا 80 سنت است. 80 سنت است. ساخت ترکیه. ساخت ترکیه است. بسیار خوب. و عزیزایی که خارج از کشور هستن کاملا خیالتان راحت باشه، تمامش سرتیفیکیت بین المللی دارم. مکمل سرتیفیکیت دارن، میتونن انشالله بعد از باز مشخصات شد با ما با تماس کنیم، سرتیفیکیت رو برشون ارسال میکنیم. بسیار عالی. یگان وقت هم اینجان پیشتان کسایی میه که الماس بیارن به خاطر فروش و او الماس سرتیفیکیت نداشته باشه. ایده چیزا ما بسیار سر خوردیم خواهرم. چند روز پیش یکی از خواهرای ما نگینه از جای گرفته بودن، دیگه سرتیفیکیت هم ندادن و به حساب فروش سرتیفیکیت نباشه تفاوتش زیاد بیش از بسیار زیاد میشه. میشه. 1000 باشه $500 حساب میشه. سرتیفیکیت به حساب یک شناسنامه‌ش است، تمام مشخصاتش، تمام بیوگرافیش به ما درج است. بسیار خوب. بسیار عالی. یعنی کوشش کنن وقتی که از جای الماس خریداری میکنن سرتیفیکیت حتما باید باشه امرشون. بله، همیشه مشتریان از ما از طریق برنامه شما براشون میگم که همیشه الماس میخرن از جای سندت، از جای مطمئن، تا نشود در آینده اینا با یک مشکل روبرو شوند. بسیار خوب. درباره یک مشترک بسیار مقبول و ساده بر ما معلومات بده. این قسمی که شما رو میبینید خواهر عزیزم پیس چله‌ای است، نیم کریت وزن الماسش است، 2.5 گرم وزن طلاش است، طلای 18 کار شده. این هم با سرتیفیکت است. اینم از طریق برنامه شما با وطندارای عزیز ما $1450. $1450. بسیار مقبول است دوستان. میبینید که بسیار یک نگین خوب، نگینش بسیار یک جلایش و شفافیت خوب داره. در نگینا و جواهرات می شفافیت بسیار مهم می باشه. بله، یک کتش که شفاف میکنه و دیگهش همین خود نگین که داخلش اینا سنگای طبیعی است، کربن می داشته باشه. از زمین که استخراج میشه حدودا از 20 سنگ یک سنگ صحیح میبره. ما همیشه هم کوشش کردیم در قبال جواهر فروشی ما در وطندار از ما چیز بهتر براشون عرضه کنیم تا شود که جای ببرن در مشکل اینا مواجه نشن. بله. گفتین از 20 سنگ یک سنگ خوب میبراید در وقت استخراج. اما طور است که قدر قیمت میباشن باز؟ بله، سنگای ضعیف ما سنگای ضعیف باز ما اینجا داریم، باز اونا نرخشون کمی که پایین‌تر است. متفاوت‌تر است. بسیار خوب. خب قیمت از این گفتیم؟ قیمت این از طریق برنامه شما $1450. $1450. بسیار عالی. خب دوستا فعلا هم این انگشتر براتون معرفی میکنیم و در ابتدا امین جانی رو برای ما بگوین که مثلا وقت طلا رو میخواین پس بفروشن یک چیز فیصدی کم میشه چون استفاده شده می باشه و یا هم اگر تبدیل میکنن در اون صورت هم فیصدی کم میشه. در الماس و جواهرات چگونه است؟ چون وقتی که یا تبدیل شده مطمئنا ازش استفاده شده و کار گرفته شده. بله، مثلا یک سوال خوب مطرح کردین خواهر عزیزم. طلا قسمی که شما میبینین 15%
10% تا بله. 20% تفاوت میکنه. قانون جواهر 30% است که وقتی 30%. واپس که میکنه 30% از تبدیلی 10% 15% ما تبدیل میکنیم و مکمل جواهر فروش را شما پرسان کنید اینا 30%. باز ما جنس های خودمون که برشان ما مشتری ما فروختیم 20% ما ازشون در نرخ روز حساب کرده میگیریم. بسیار خوب. به نرخ 20%. طلا. بله 100 افغانی گرفته باشن 80 افغانی ما با حسابش میگیریم. اما از چی یک سال چی تیر شد چی 5 سال اون را که ما 20% از مشتری میگردیم پس در بالای خود جنس مصرف میکنیم. بدون شک. بله. دیگه جنس میسازیم صرف تیکت میسازیم هم مصرف 20% باز بالای خودمون جنس اضافه میشه. بسیار خوب. وقتی که جنس شما دیگه چیز میسازین مثلا نگینش پس میکنین دیزاینش تغییر میتین بله. سرتیفیکیتش هم سرتیفیکیت است یا نه؟ صرف تیکت دوباره ما دیگه صرف تیکت میسازیم براش. بسیار خوب. یعنی سرتیفیکیت هم مربوط به جنس میباشه مربوط به نگین نیست. خب اینجا ما دو صرف تیکت داریم. یک صرف تیکت به انگشتر است یک صرف تیکت به نگین است. همون صرف تیکت انگشتر ما تبدیل میکنیم. از نگین از خودش ماندگی است. و چقدر وزنش و حتی بعض نگینای داخلش ما نوشتم داره که به مقدار شما که میفهمید قوی ترین سنگ طبیعی الماس است. حتی برای بعض سنگ‌ها ما نمبرش درج است. درج است. این کار کردن بسیار که مهارت میخواد. بسیار عالی. خب دوستا درباره انگشتر صحبت میکنیم و در قسمت فروش ما اون 30% کم میشه. 20% میگیریم. 20% شما 20% میگیرید. تبدیلی واسه پایین تر حساب میکنیم. بسیار خوب. این انگشتر رو میبینین دوستا در طلای عیار 18 است. بسیار مقبول کار شده. قسمت دورش هم الماس است و یک نگین نسبتا بزرگ در قسمت داره. چقدر است وزنش؟ این وزنش خارم 90 سنت است. 90 سنت است. اف کلر است. وی وی اس وزن کوالیتیش است. و 3.5 گرم وزن طلای عیار کار شده. این صرف تیکت داره. این از طریق برنامه شما فروش ما از 2200 2300 هر دو اسمه از طریق برنامه شما با ورش $800 حساب میکنیم. بسیار عالی. $800 دوستا. بسیار مقبول. و میایم طرف این انگشتر که این هم قسم ولی الماسش زیادتر است. بله این وزن الماسش 1.5 کریت است. وزن طلا 4 گرم است. رنگش H است. VVS2 و کوالیتیش است. این از طریق برنامه شما با وطندار عزیز ما $5000. $5000 ماشاءالله. چون که فکر کنم کوالیتیش هم بالاست. کوالیتیش هم بله متوسط است. متوسط است. بسیار خوب. کوالیتی متوسط است. عیارش هم عیار 18 است. عیار 14 است. عیار 14 است. بسیار مقبول. این دوستا واقعا مقبول است. و اینجا دو دانه انگشتر دگام است که نام الماس هستن. این انگشتر رو میبینین دوستان بسیار مقبول کار شده. یگان نگینا رو که متوجه شوین یگمه که شکری رنگک میباشن. بله ملکی میگن. بله رنگ ملکی. دمو باز کوالیتیشون فرق میکنه. کوالیتیش در نرخشم تفاوت میه. بسیار خوب. بلندترین کوالیتی اف کلر است فکر کنم. ای کلر است. ای کلر است. بسیار خوب. درباره دو انگشتر بر ما معلومات بدین. این انگشتر کلان که شما میبینید و تصویر 2.5 کیلو وزن 2.5 کیلو وزن این انگشتر 2.5 کیلو وزن چیش است الماسش است 5 گرم چند صد میلی وزن طلایش است و این از طریق برنامه شما این صرف تیکت داره سرچ گوگل است از طریق برنامه شما وطندار عزیز ما $6500 $6500 ماشاءالله. دوستان میبینید چقدر یک الماس شفاف و جلادار دیش کار شده. قسمتایش هم در رنگ سیوم است. DEF رنگ سیوم است. بسیار خوب. بسیار مقبول است. قیمت چند گفتین؟ قیمت $6500. $6500. و این انگشتر؟ این انگشتر ما 1 کریت 36 سنت است مکمل با طلای 14 عیار کار شده. این خوشبختانه صرف تیکت داره. این هم از طریق برنامه‌شون با وطندار عزیز ما $3500. $3500. بسیار عالی. عزیزا بیننده باشین انگشترهای الماس براتون معرفی کردیم. جواهرات قیمتی به شمول زمرد و یاقوت همچنان است. ما را همراهی کنید. خب عزیزا فعلا براتون زمرد وطن خود ما را یاقوت وطن خود ما را معرفی میکنیم. این انگشتر شما میبینین بسیار مقبول کار شده.
یعنی به این رنگ زمرد دیگه بسیار کمیاب می باشه. بله 5 رنگ یک قسم 5 رنگ یک با قسم. طلای 14 یار کار شده 2 گرم و 600 میلی وزن طلایش است. بسیار عالی. واقعا مقبول است دوستان. میبینیم چقدر است وزن زمردش؟ وزن زمان تقریبا 1 کریت است. 1 کریت. بله. بسیار خوب. البته وزن طلایش هم 2 گرم 600 میلی است. سیرم از طریق برنامه‌اش تخفیف فوق العاده $500 حساب میکنیم. ماشاءالله از طریق $500. برنامه شما. با وجودی که طلا کار شده زمرد نگاه پنشیر زمرد بالاترین هم است، رنگ شام تیر است و $500. بسیار عالی. بسیار خوب. کسایی که دوست دارن دیگه از فرصت استفاده کنین و بیاین بخرید. ایام از یاقوت جگدلک. جگدلک کابل خود ما بسیار عالی. با طلای 18 یار و با الماسای اشیاره دار کار شده. بسیار با یک رنگ خوب، رنگ خون کبوتر. خون کبوتر. میرم از بله. طریق برنامهش ما با وطندار عزیزم هر وطندار که میه $500 باشه حساب میکنم. $500. الماساش اصلی است؟ اصلی الماس افریقایی است مکمل. بسیار خوب. امی الماسای روسی را که میگن موضوعش چه رقم است؟ من فکر میکردم یک زمان که الماس روسی حتما الماس روسی اصلی است، ولی بله. بعدا فهمیدم که لابراتوری میباشه. معدن هم داره. الماس روسی هم بسیار معدن بزرگ داره. فعلا در بازار رایج شده مکمل لابراتوری است که پیش به شما معرض کردم. مشتری های ما هر خواهر هر برادر ما میگیرن جای با اعتبار بگیرن. فعلا تقلب در بازار الماس بیش از اندازه زیاد شدگی است. اما صرف تکت داشته باشم صرف تکتش هم درج است، نچرال نوشته است طبیعیش. اگر تقلبی بشه باز چی است؟ لیپ کراون. لیپ کراون است. یعنی این الماسای روسی که میگن طبیعی هم داره؟ طبیعی هم داره. فعلا رواج بازار لابراتوری شده. بازی طبیعیشون به مو رنگ که لابراتوری است، یک رنگ که افرنگ می داشته باشه. افرنگ می داشته باشه کس متخصص نباشه دیگه دو نمیتونه تفکیک کنه، مقایسهش کنه. بسیار خوب. بسیار عالی. اعضا واقعا موضوع خوب رو همین جان گفتن. یعنی مثلا شخصا من که در وقت در برنامه بودم فکر میکنم که شاید فقط لابراتوری است، ولی اگر کسی بخواه بره الماس روسی بخره مطمئنم که شاید برش یک مشکل پیش شد، فکر کنه اینمی اصلی است. اصلی گفته به قیمت بسیار بالا بخریش. بله همینطور وقت سیستم ساخت است بشر است دیگه. اینا که شما میبینید مکمل اینا طبیعی است. طبیعی از زمین استخراج میشه. اون مکمل ساخت دست بشر است. بسیار خوب. موضوعات متوجه باشین عزیزا. خب درباره از این انگشتر بر ما معلومات دادین. یاقوت جگدلک است. عیار طلایش 18 است. 18 است. و الماسایش هم الماسای اصلی افریقایی است. قیمتش چند است؟ میرم قیمتش فاینال هر دوستی که برادر هر خواهری که میگیم برشون $500 حساب میکنیم. $500. ماشاءالله. بسیار مقبول است دوستا. رنگ زمردش بسیار هم تو تیره و شفاف است. بسیار خوب. و یک انگشتر زمرد دگام است بازم به طلای 14 یار. بله با طلای 14 یار کار شده. با الماسای افریقایی است. قسمی که شما نگینش ببینید بسیار نگین خوب کار شده. از نظر رنگ، از نظر لستر و از نظر آب هیچ کمبود نداره. بله. آی کلین هستی. و الماس هم کار شده؟ الماسش هم میف کلر است. اینم از طریق برنامهش ما فروش ما $800 اینم $500. هر دو سر خارج می از طریق برنامهش ما برشون ما حساب بکنیم. بسیار $500. دوستان میبینید واقعا مقبول است. من چی خوشم آمد امی رنگ طلایش است که عیار 14 به این رنگ بسیار کمیاب می باشه. رقم رنگه که سرخ رقم می داشته باشن. ما پیشتر با شما عرض کردم که ما با کمپانیای کار میکنیم که مکمل برند است. کمپانی در سر تا سر اروپا و آسیا اونا مال میسازن. بله. جنس هم مکمل خارجی است. اینا ساخت ترکی هستن. ساخت ترکی است. در افغانستان و امکانات تا فعلا به اون سطح نرسیده که به این اندازه جور کنیم. جور شما ما بسیار خوشحال میشیم پیسی که ما در خارج میتیم. بدون شک. بله. درباره باید از این تاجرای ما یکی این چیز پلان خودشون باید داشته باشن چون که پیسه از داخل افغانستان بیرون نروه. یعنی اقتصاد خود افغانستان هم میشه و 4 تا برادرایی که امروز ما شما بسیار شاهدش هستیم بیکاری به اوجش رسیده. از این تاجرای ما خواهشمندیم که تا در این زمینه سخت کوشش کنن.
انشالله بسیار خوب میشه دوستا. واقعیتش ای که مثلا اینا یک انگشتر فرمایش میتن از کشورهای خارجی، مثال ترکیه، تا ای که به افغانستان میرسه مالیات از او میشه و کرای راه از او میشه، بسیار هزینه زیاد میه بالایش. در هر انگشتر خواهر عزیزم 200-300 دلار اضافه مصرف میشه. اما فکر کن 300 دلار یک فامیل متوسطه یک ماه مصرف شده، بدون شک، یک بله. ماه معیشت زندگیشان رو فراهم کرده میتونه، چون همون پیسه داخل افغانستان مصرف میشه. بله از بسیار. از تاجرای ما خواهش مامی است که در عرصه زرگری و در عرصه جواهرسازی سخت تلاش کنند که انشالله زمینه کار برای جوانای ما فراهم نماید. انشالله بسیار خوب دوستا. این انگشترها رو براتون معرفی میکنیم که یکیش یاقوت است و یکیش زمرد است و هر دوش بسیار هم صاف و ساده ساخته شدن. بله. این یاقوت میبینید یاقوت جگدلیک است، برنگ صورتی است، با طلا اشجار کار شده، در بغلش 0.10 سنت الماس کار شده و ایرم از طریق برنامه شما به وطندار عزیز ما 800 دلار بر شما 800 دلار بله تقدیم میکنیم. بسیار مقبول است دوستا. و این انگشتر زمرده؟ زمردی انگشتر قسمی که شما میبینید خرم حدودا 1.5 کیلو وزن خود زمردش است. 1 کیلو به بالا وزن 25 سنت وزن الماسایش است. 2 گرم 640 میلی وزن طلا اشجار کار شده. اینم از طریق برنامه شما با وطندار عزیز ما 2200 دلار تقدیم میکنیم. 2200 دلار بسیار یک نگین شفاف، بسیار یک نگین لستردار. بسیار عالی. و دو دانه انگشتر دیگه هم از این قسمت دوستا که بازم زمرد است. یکیش در طلای سفید است یا اردیش در طلای زرد طلای است. زرد است ولی نگیناش کلان است، سفید سفید مشخص نشان میشه. میشه. بله دوستا، یکی از رنگش کمک خیره تر از زمردش و این زمرد رنگ است. زمرد رنگ است ولی حدودا 80 سنت وزن زمردش است. 1 کیلو تا 10 سنت وزن الماسایش است. بسیار خوب. 4.5 گرم وزن طلاش است. طلا اشجار کار شده. هیرم از طریق برنامه شما وطندار عزیز ما 2000 دلار تقدیم میکنم و یکی دیگه شه وطندار عزیز ما 1300 دلار. 1300 دلار چقدر میه باز وزن از این؟ وزن زمردش است تقریبا 1 کیلو تا 5 سنت است. وزن الماساش 90 سنت است. وزن طلاش 4 گرم 200 میلی است. 4 گرم و 200 میلی. بسیار مقبول است دوستا دوش. دوستای عزیز، فعلا هم براتون یک دستبند بسیار مقبول معرفی میکنیم در نگین زمرد. رنگ بسیار مقبول و رکابش هم طلا است دوستا. میبینین بسیار مقبول کار شده. عیار طلایش؟ عیار طلاش 18 است. 18 است. بله. و الماس هم بله الماس هم فکر کنم کار بله شده. 0.8 داره کار شده. و زمردش هم قسمی که میبینی همگیش رنگ سبز تیره، همگیش بسیار با کوالیتی بالا از خود پنشیر ملت پنشیر ماست. بسیار عالی، بسیار مقبول. قیمتش باز چند است؟ قیمت شیر فروش ما 3500 3600 دلار است. امروز از گل روی شما از گل روی لالا حمید 500 دلار به خاطر شما کم می‌کنیم 3000 دلار به وطندارای عزیزمون تقدیم میکنیم. سلامت باشین دوستا. ببینید دیگه از این که در فرصت خوب شما میتونین اینقدر نگین زیاد زمرده که تقریبا شاید 10 گرم طلایش باشه. بله 10 گرم طلایش است. 10 گرم طلای عیار 18 و همچنان در پهلوش الماس هم داره و قیمت بسیار مناسب. 6 کریت وزن چیش است زمردش است. بسیار خوب. تخفیف ویژه‌ای رو به دست بیارید. بسیار عالی است. 3000 دلار. خب در این قسمت دوستا انگشترای یک دو دانه انگشتر مردانه است، مطابقیش زنانه است. این انگشتر مردانه است در رکاب طلا و معلوم میشه که وزنش زیادتر است دیگه یک ذره. بله. نگینش هم میبینین که چقدر شفاف است. وزن خواهر عزیزم 12 گرم و 300 میلی است. وزن زمردش است. 2.5 کریت است. وزن الماسش است تقریبا 1 کریت است. این امروز از طریق برنامه شما با وطندار عزیز ما قیمتش 2900 دلار. 2900 دلار. خب عزیزا، الان براتون یک انگشتر متفاوت مردانه معرفی میکنیم
که من نمیفهم میره کت بگویم برش بگویم زمردش چون بیخی یک چیز متفاوت است. این بیضوی کت است. بسیار خوب. طلای اجرس و زمرد پنچیر است بسیار برای رنگ سبز طبیعی کار شده. با کسایی که خوش سلیقه است با ما از طریق برنامه شما 2500 برشان تقدیم میکنیم. $2500 آمریکایی. $2500 آمریکایی. ببینید عزیزا بسیار مقبول کار شده و رنگش هم بسیار هم تو تیره است. این انگشتر قسمی که میبینید خیلی مکمل کار دست است. هنر دست است. قسمتاش معلوم میشه. بله. اینا ساخته کجا هستن؟ ایره مو ساخته شده دمیجه ساخته میره. امیجه. در کشور خودمون ساخته شده. بسیار عالی. بسیار خوب دوستان. و اینجا هم 3 دانه انگشتر زنانه است. دیزاین‌های متفاوت داره. اینمی کلانش براتون معرفی میکنیم چون یک نگین بزرگ از زمردش کار شده. رنگش هم متوسط است. بله رنگش هم خوب رنگ است و حدوداً وزن طلاش 15 گرم است 14 گرم است. زمردش هم نزدیک به 6 کریت است. بسیار خوب. اینم امروز از طریق برنامه شما با هر وطندارم که ضرورت دارن $6000 براشون تقدیم میکنیم. ماشاءالله. یک انگشتر سلطنتی است. بسیار مقبول است واقعا. الماس کار شده یا؟ کامل الماس است. بسیار خوب. الماسش سرتیفیکیت داره؟ ان شاء الله سرتیفیکیت داره بخود. بسیار مقبول است دوستان میبینید. به خارج از کشور ساخته میره. اما تو که میگن سلطنتی واقعا هم که سلطنتی است. بسیار خوب. $6000. $6000. بسیار عالی. نظر به این بزرگی که زمردش داره و الماس و طلا کار شده بازم بسیار قیمت مناسب است. این انگشترها رو میبینین دوستان. رنگ بسیار مقبول داره زمردشان. بسیار عالی کار شده. در رکاب طلا هست. بله. همینجا عیار طلایش. این عیار طلایش از اجده است. بعضی خواهرای ما بسیار ظریف پوش هستن. بعضی جنس‌ها رو اونا بیشتر انتخاب میکنن. بسیار یک انگشتر ظریف مقبول و اون تک رنگ خوب طبیعی. بله. باز نگینش هم بهترین نگین از کشور خود ماست و نگینای بغلش که میبینین الماس است از کشور افریقاست. بسیار خوب. این امروز از طریق برنامه شما با هر وطندار عزیز ما لازم باشه $1250. هر کدامش $1250. یک تخفیف ویژه. بسیار مقبول است دوستان. وطندارای خوب نازنین در برنامه براتون مکمل از جواهرات الماس معرفی داشتیم و تشکر میکنم از شما امین جان که ما رو همراهی کردیم. ما یک تشکری خاص از شما میکنیم از طریق شما از برنامه شما میکنیم که همیشه با برنامه‌های زیبایتان خنده بر لب‌های وطندارایی که از دور از وطن هستن شما میارین. سلامت باشین. تشکر. سلامت عید خوب خوش به وطندارای عزیزمون لباس عافیت در تن داشته باشن. زنده باشین. تشکر. وطندارای نازنین سپاسگزار شما همچنان هستم که تا ایدم بیننده برنامه بودین. انشالله که برنامه مورد نظرتان بوده باشه، چی در خارج از کشور هستین و چی در داخل کشور هستین. امیدوار هستم یک عید خوب و خوش در کنار فامیلایتان داشته باشین. برنامه را با دوستایتان شریک بسازین. کانال یوتیوب پنجره افغانستان را لایک کنین و سابسکرایب کنین تا از بهترین برنامه‌های ما مستفید شوین. این بود برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردم. تا برنامه بعد خداوند نگهدار.